من برات میخونم، تو فقط گوش کن. این داستان روایت یه عاشقانه قشنگ و غم‌انگیزه. بریم با هم پارت سومش رو گوش کنیم. یاسمین. در رو که وا کردم دیدم فرنوش پشت در ایستاده و یه تیکه کاغذ که احتمالاً آدرس من بود تو دستشه. سلام بهزاد خان، مزاحم که نشدم. سلام، حالتون چطوره؟ خواهش میکنم، چه مزاحمتی؟ فرنوش کمی دست کرد. انتظار داشت که دعوتش کنم تو اتاقم که مخصوصا نکردم. بعد از لحظه‌ای که برای من مثل 1 سال بود گفت اومده بودم ازتون تشکر کنم. چیز مهمی نبود. چرا؟ اگه خدای نکرده اتفاقی برای آقای هدایت میافتاد مسئله خیلی پیچیده میشد. خدا رو شکر که همه چیز بخیر گذشت. فرنوش گفت مهمون داشتید؟ نه خیر، تنها بودم. داشتم رادیو گوش میکردم. چه خوب، برنامه‌های رادیو خیلی خوبه. نه زیادم خوب نیست. اگه رادیو گوش میکنم به خاطر اینه که تلویزیون ندارم. به قول معروف خونه نشینی بی از بیچادریه. کمی ممن کرد و انگار روش رو صفر کرد و گفت نمیخواین دعوتم کنین تو خونتون؟ نگاهی بهش کردم و از جلوی در رفتم کنار. خونه که چه عرض کنم، یه اتاق دارم اندازه یه قوطی کبریت. پشت در کفشاشو در آورد و اومد تو و با نگاهی کنجکاو شروع به نگاه کردن در و دیوار کرد. اتاقتون خیلی قشنگه. نتونستم خودم رو نگه دارم. زدم زیر خنده و بعد گفتم معذرت میخوام. خیلی خندم گرفت. تعریف خوبی بود ولی به اینجا نمیخواد. ببخشید کجا این اتاق قشنگه؟ رفت روی تنها صندلی که داشتم نشست و کیفشو کناری گذاشت و گفت اولا همه جا تمیز و مرتبه. با اینکه من سرزده اومدم ولی پیداست که خیلی بانظم هستید. بعدش هم با اینکه وسایل کم و ساده‌ای دارید خیلی با سلیقه اونها رو چیدید. رنگ اتاق و پرده ها هم با هم دیگه هارمونی داره. روی میزتون هم شلوغ و به هم ریخته نیست. جایی هم گرد و خاک ننشسته. خیلی ممنون. تا حالا اینطوری بهش نگاه نکرده بودم. امیدوارم کردید. مگه ناامید بودین؟ بله، اما تا حالا این چیزایی که شما گفتید تو این اتاق ندیده بودم. اتاق یه 4 دیواریه. چیزایی که درونش هست اون رو قشنگ یا زشت میکنه. حرف 2 پهلویی بود. تا این لحظه درست بهش نگاه نکرده بودم. یعنی از نگاه کردن به چشماش وحشت داشتم. امروز خیلی خوشگل شده بود. چشمای قشنگ، قد بلند، موهای مشکی بلند، صدای دلنشین، حرکات سنگین و باوقار. خلاصه با تمام مهمات و سلاح زنانه به جنگ من اومده بود. عطر خوشبویی که استفاده کرده بود آدم رو یاد جنگل و بهار و آبشار و این چیزا مینداخت. تازه متوجه شدم که مدتیه دارم نگاش میکنم. ببخشید، الان چای دم میکنم. آب جوش حاضره. تمام این کتابا رو خوندید؟ با این درسای زیاد و سنگین چطوری بخونیم؟ شنیدم که رتبه اول کلاس رو دارید. چون تنهام کاری هم ندارم و تلویزیونی هم در کار نیست، پس میشینم و هی درس میخونم. آدم خودساخته هستید. از اون تیپ آدما که سرنوشت رو مغلوب میکنن. اینطوری هم نیست که میفرمایید. وقتی سرنوشت جنگ رو شروع کنه، خواه نخواه باید باهاش جنگید. وگرنه من اصولا اهل جنجال این چیزا نیستم. فرنوش گفت ولی بعضی ها، یعنی اکثر آدما تسلیم میشن و خودش رو تو سختی ها ول میدن. ببخشید من اینجا فنجون ندارم. باید براتون توی استکان چای بریزم. بعدتون که نمیاد. فرنوش یکی از استکانا رو برداشت و نگاه کرد و گفت عجیبه، اینجا همه چیز از تمیزی برق میزنه. خودتون ظرفا رو میشورید؟ در مواقعی که خدمتکارها نباشن بله. هر دو زدیم زیر خنده. خب معلومه تمام کارامو خودم باید انجام بدم. درسته، اما از یک مرد بعیده که انقدر تمیز و مرتب و با سلیقه باشه. توی فامیل من به تمیزی و مرتبی معروفم، اما اتاق منم به این تمیزی و نظافت نیست. آخه مادرم زن بسیار منظمی بود. شاید از مادرم اینا رو به ارث بردم. پدر و مادرتون فوت کردن؟ سال هاست. توی تصادف خارج از تهران. هیچ فامیلی چیزی ندارید؟ چرا؟ 1-2 تا از اقوام هستن که باشون رابطه نداره. چایتون سرد نشه. مدتی بدون حرف و در سکوت مشغول چای خوردن شدیم. فرنوش گفت کاوه خان انگار شما رو خیلی دوست داره. دوستان همه به من لطف دارن، کاوه بیشتر. شنیدم شما یکی از کلیهاتون رو به ایشون دادید. با تعجب نگاهش کردم. جالبه، پس این جنس ظریف میتونه خیلی خطرناک باشه. فرنوش گفت
درسته که سال اول دانشگاه با کاوه دعواتون شده؟ دعوا که نه، حرفمون شد. سر کلاس مرتب شوخی میکرد و نمیذاش استاد درست درس بده. سر همین با هم حرفمون شد و همین اختلاف باعث دوستیمون شد. از اون به بعد دیگه سر کلاس شلوغ نمیکنه؟ چرا؟ ولی از اون به بعد نشوندمش پیش خودم و مواظب بشم. فرنوش گفت شنیدم بعد از دعواتون چند وقتی دانشکده نیومده و شما رفتید سراغش. وقتی دیدم دانشکده نمیاد از دوستاش آدرسشو گرفتم و رفتم ببینم چرا غیبت کرده. فرنوش گفت که فهمیدید وضع کلیه‌اش خرابه و با تمام ثروتی که دارن نتونستن کسی رو پیدا کنن که بتونه بهش کلیه بده و به بدنش بخوره و گروه خونیشون یکی باشه. شما که همه چیز رو میدونید چرا از من میپرسید؟ میخواستم از خودتون بشنوم. برام خیلی عجیبه که یه نفر قسمتی از بدنش رو به کس دیگه‌ای بده. اونم در مقابل هیچی. چه چیزی با ارزش‌تر از اینکه یه انسان بتونه به زندگیش ادامه بده؟ غیر از اون من دوستی پیدا کردم که با دنیا عوضش نمی‌کنم. فرنوش گفت اینم حرفیه. راستی تعطیلات رو چه کار میکنید؟ راستش اینجا که کاری ندارم. شاید یه سفری رفتم جزایر هاوایی. بعد خودم خندم گرفت و گفتم چی کار دارم بکنم؟ باید بتمرگم تو همین اتاق دیگه. یه چای دیگه براتون بریزم. فرنوش گفت نه خیلی ممنون. دیگه باید برم. فقط باید قول بدید که یه شب تشریف بیارید منزل ما. چشم. انشالله در فرصت‌های بعد. من میتونم بازم اینجا بیام. اومدم بگم از خدامه که شما هر روز تشریف بیاری اینجا، اما حرفم رو خوردم و گفتم اینجا چیزی که برای شما جالب باشه وجود نداره. فرنوش گفت این رو اجازه بدید که خودم تجربه کنم. هر طور میل شماست. خوشحال میشم تشریف بیارید. فرنوش بلند شد و کیفش رو برداشت و به طرف در رفت و کفشش رو پوشید. پس تا بعد خدا نگهدار. فرنوش خانم روسریتون رو بد سرتون کردید. موهاتون از پشت اومده بیرون. خیلی ممنون. مشکل موی بلند همینه دیگه. روسریشو درست کرد و بیرون رفت. دوباره خدا نگهدار و ممنون. ببخشید میواشینی تو خونه نداشتم. مصاحبت شما به اندازه کافی شیرین بود. خدا نگهدار. خدا به همراهتون. سلام خدمت جناب ستایش برسونید. صبر کم تا سوار ماشینش بشه. نگاهش کردم. خیلی قشنگ بود. انگار خداوند همه چیز رو در خلقت این دختر به حد کمال رسونده بود. وقتی توی ماشین نشست و ماشین رو روشن کرد عینکش رو زد که چقدر هم بهش می اومد. در اون لحظه توی دلم از خدا میخواستم که پسر یه مرد پولدار بودم. موقع حرکت برگشت و برام دست تکون داد که جوابش رو با دست دادم و بعد به سرعت حرکت کرد و رفت. وقتی به اتاق برگشتم دیگه حوصله تنهایی رو نداشتم. انگار فرنوش با رفتنش حال حوصله و حواس و هوش و فکر منو هم با خودش برده بود. چند دقیقه بعد بلند شدم که استکان‌ها رو بشورم. وقتی استکان فرنوش رو دستم گرفتم دلم نیومد که بشورمش. بردم و گذاشتمش همون توی کمد ظرف‌ها. یادگاری کسی که 700 طبقه با من اختلاف داشت. تازه نشسته بودم که دوباره در زدن. انگار امروز در رحمت روی من باز شده بود. از پنجره نگاه کردم. کاوه بود. کاوه گفت سلام چله نشین کوی دوستی. کی این اتاق رو ول میکنه و وارد اجتماع میشه؟ صبر کن ببینم. به 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 بوی جوی مولیان آید همی. این عطر دلانگیز که به من شما میرسه رو باد صبا داخل اتاق آورده یا مهمون داشتی؟ هرچند چشمم از تاب نمیخوره ولی انگار این بوی عطر واقعی و منشأش تو همین اتاقه. راست بگو زود تند سری. مقتول کجاست؟ طرف رو کجا قایم کردی؟ چرت و پرتات تموم شد؟ نو یعنی یس. فرنوش خانم اینجا بوده. چشمای کاوه یه دفعه گشاد شد. به به ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. ازت خواستگاری کرد؟ آره با مامان و باباش اومده بود و برام شال و انگشتر آورده بودن. تو چی گفتی؟ رضایت ندادم. گفتم وقت شوهر کردنم نیست. از بس که خری. حالا جدی برای چی اومده بودن؟ خب اومده بود برای تشکر از این حرفا. آدم بیادب. تشکرش درست اما این حرفا منظور کدوم حرفاست؟ خفه شی کاوه. پسر برای چی رفتی و همه چیز رو به این دختر دوست مادرت گفتی؟ اونم رفته همه چیز رو به فرنوش گفته. تنها اومده بود؟ آره جواب من رو ندادی. همش رو من نگفتم. نصفش رو من گفتم. نصفش رو مادرم. آخه آدم که همه چیز رو به همه کس نمیگه. کاوه گفت آخه اون دختر خانم و مادرش همه کس نیستن. یعنی غریبه نیستن.
خاله‌ام و دختر خاله‌من. جدی؟ یعنی فرنوش دوست دختر خاله توئه؟ آره، دختر خاله‌ام هم کلی از تو تعریف کرده. نگفتی فرنوش چیا میگفت؟ بابا 10 دقیقه نشست و رفت و سلام. حالا چه خبر؟ اومدم دنبالت بریم شمال. چطور یه دفعه محبتت قلمبه شده؟ کاوه گفت صحبت محبت نیست. مرده‌شور شمال مرده، اومدم تو رو ببرم جاش کار کنی. من توی هموم خودمو نمیتونم درست بشورم، چه برسه به مرده‌های مردم. پاشو کاراتو بکن بریم. تو این هوا به سرت زده؟ نه بابا، باید مادرم رو ببرم ویلای شمال. هوس کرده چند روزی بره شمال. گفتم اگه تو هم بیای چند روزی با هم اونجا بمونیم. اگه تنها میرفتی میومدم، اما جلوی مادرت خجالت میکشن. آخه بوف کور، مادر و پدر من از خدا میخوان مرتب تو رو ببینن. اون وقت تو ازشون دوری میکنی. مرد حسابی ناسلامتی، تو جون پسرشون رو نجات دادی و یه تکه از تن تو تن پسرشونه. ده رفتی همین حرفا رو به دختر خالت زدی، اونم رفته به فرنوش گفته که امروز هی از من سوال جواب میکرد. کاوه گفت حالا میای بریم یا نه آدم لجباز؟ حالا کی حرکت میکنین؟ نه آقا جون، من نمیام. به درک، اگه می اومدی چند روزی میموندیم، خوش میگذشت. یه بادی هم به اون کله پوکت میخورد. در هر حال نیم ساعت یه ساعت دیگه حرکت میکنیم. خواستی بیا. از تعارفت خیلی ممنون. شما تشریف ببرید. خوش بگذره. راستش منم حوصله ندارم برم. میخواستم خرید کنم با هم بریم. حالا که نمیای منم 2 روزه میرم و برمیگردم. چیزی نمیخوای از اونجا برات بیارم؟ جز سلامتی شما خیر. کاوه گفت بهزاد جان من، پولی چیزی لازم نداری؟ خیر ممنون. دولتی سرت خزانه مملو از سکه های طلا و جواهره. شما بفرمایید. کاوه با بی‌حوصلگی رفت و قرار شد 2 روز دیگه برگرده. نمیدونم چرا تا دیدم کاوه میره شمال و تا 2 روز دیگه برنمیگرده احساس تنهایی کردم و دلم گرفت. رفتم که یه کتاب بردارم و سرمو باهاش گرم کنم که دوباره در زدن. از پنجره نگاه کردم. یه مرد غریبه بود. در رو وا کردم. بفرمایید. منزل آقای بهزاد فرهنگ؟ بله خودم هستم. بفرمایید. یه بسته دارید. این تلویزیون رو یه خانمی برای شما فرستادن. توی ماشین پشت سرش یه تلویزیون بزرگ بود. ببخشید متوجه نمیشم. خانمی به نام ستایش این تلویزیون رو خریدن و این آدرس رو دادن که بیارمش. بفرمایید تحویل بگیرید. لطفاً اینجا رو امضا کنید. آقا خواهش میکنم این تلویزیون رو برگردونید. انگار اشتباه شده. مگه آدرس درست نیست؟ آدرس درسته. آدمش رو اشتباه گرفتن. ببخشید. در رو بستم و اومدم تو اتاق. خیلی بهم برخورد. از غصه و عصبانیت دلم میخواست گریه کنم. چرا باید زبانم بی خودی به چرخ و جلوی فرنوش بگم که تلویزیون ندارم، که برای اون سوء تفاهم بشه که من مخصوصا این حرفو زدم که اونم بره برام تلویزیون بخره. از خودم بدم اومد. دلم میخواست سرم رو بزنم به دیوار. این چه بدبختیه که من دارم. دیدم نمیتونم توی خونه بمونم. لباسمو پوشیدم و زدم از خونه بیرون. اگه منم یه بابای پولدار داشتم، اگه یه حساب بانکی داشتم که توش یه 1 و 100 تا صفر نوشته شده بود، اگه یه خونه 1000 طبقه داشتم، اگه یه ماشین مدل 2020 داشتم، اگه منم یه ویلای 100,000 متری توی شمال داشتم، اگه منم یه هلیکوپتر داشتم، یعنی یه چرخبال داشتم، دیگه این فرنوش خانم برام تلویزیون تحفه نمیفرستاد. تو دلم به عشق و احساسم و قلبم و دل و روده و معده و کبد و طحال و چند تای دیگه فوش دادم. بعدش هم حواسم رو دادم به چیزای دیگه. برف آروم آروم میبارید. نم نم راه میرفتم و فقط به در و دیوار نگاه میکردم و سعی میکردم به هیچی فکر نکنم. نیم ساعتی که راه رفتم خودم رو جلوی در خونه آقای هدایت دیدم. کمی دست کردم که در بزنم یا نه. هرچی فکر کردم دیدم روم نمیشه. همون پشت در نشستم. هوا سرد بود. تو خودم کس کردم. رفتم تو فکر. سرم رو گذاشتم روی دستام. تو خودم جمع شدم. مونده بودم چطور شد اومدم اینجا. حالا که اومدم چیکار کنم؟ هر چی میخواستم بلندشم برگردم خونه پام پیش نمیرفت. دلم میخواست همونجا بشینم. برف روی سرم نشسته بود. دستام گسگس میکرد. نمیدونم چرا یاد روزی افتادم که پدر و مادرم کشته شده بودن و من کنار جاده نشسته بودم و به جسد پدر و مادرم که روش یه پارچه انداخته بودن نگاه میکردم. همون بغضی که اون روز داشتم الان گلوم رو گرفته بود. آماده شده بودم برای گریه کردن. بعد هم نبود. بعد از مرگ پدر و مادرم سالها از آخرین گریه‌ای که کردم گذشته بود. کاش کاوه مسافرت نرفته بود. کاش حرفشو گوش میکردم و باهاش میرفتم.
خون توی رگ‌هام داشت منجمد میشد. چند تا سگ از اون طرف خیابون به طرف من اومدن و به فاصله 1 متری که رسیدن ایستادن و منو نگاه کردن. یکیشون جلو اومد، من رو بو کرد و بعد رفت. راهشون رو گرفتن و رفتن. انگار به بقیه گفت برین، این زندگیش از ما سگی تره. راستم میگفتن. کدوم دیوونه ای تو این برف و سوز و سرما میومد کنار در یه خونه چون باطمه میزد و مینشست. دستامو تکون دادم که خون توش به حرکت در بیاد. نمیدونم اون موقع در دلم از خدا چی میخواستم که یک دفعه در باز شد و آقای هدایت از خونه اومد بیرون. آروم سرم رو برگردوندم و بهش سلام کردم. آقای هدایت گفت بهزاد تویی پسرم؟ اینجا چه کار میکنی؟ از کی تا حالا اینجایی که اینقدر برف نشسته؟ چرا در نزدی؟ دیدم این زبان بسته طلا اومده پشت در رو بو میکنه. پاشو بریم تو، داری یخ میبندی. با سختی بلند شدم و همراه آقای هدایت وارد خونه شدیم. دستی به سر و گوش طلا کشیدم که جلو اومده بود و منو بو میکرد. انگار این حیوان فکر من بوده. اگر پشت در نمیومد چیکار باید میکردم؟ آقای هدایت گفت چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه خیر، چیز مهمی نیست. ببخشید بی موقع اومدم. ازت بوی غم به مشامم میرسه. دنیا بهت سخت گرفته، آره؟ وارد ساختمون شدیم و آقای هدایت من رو برد جلوی شومینه که روشن بود. نشستم. گرمای دلچسب آتیش یخامو آب کرد. یخ دلم رو هم آب کرد. چاییه به موقعی هم برام آورد. گرمی توی رگ‌هام ریخت. از خونه اومدم بیرون. نمیدونم چطور یه دفعه دیدم پشت در اینجا رسیدم. خجالت کشیدم در بزنم. هدایت گفت چرا؟ خودم ازت خواسته بودم که بیای پیشم. بلند شد و رفت و از جایی برام نون و پنیر و گوجه آورد و جلوم گذاشت. بخور، ناقابله، فقط همین رو توی خونه دارم، ببخشید. دستتون درد نکنه، همینم عالیه. کمی مکث کرد و گفت میخوام یه چیزی بهت بگم اما میترسم بهت بر بخوره. شما صاحب اختیارید، جای پدر من هستید. هر چی توی دلتون هست بفرمایید، ناراحت نمیشن. هدایت گفت خواستم بگم اگه مشکلت با پول حل میشه برو یکی از اون کتاب‌ها رو وردار و ببر و بفروش و سر و سامونی به زندگیت بده. به درد من که نخور، شاید گری از زندگی تو واکنه. برگشتم و به کتابخونه قدیمی اتاق که پر بود از کتاب‌های قدیمی و خطی کمیاب نگاه کردم و گفتم دنبال مال دنیا اینجا نیومدم. نمیدونم اصلا برای چی اومدم اینجا. انگار یکی منو آورد اینجا. میدونم کورش کاسبی که مشتری شو. هدایت دستی به سرم کشید و گفت نشناسه. بعد رفت جلوی یه گنجه و حدود 5-6 دقیقه‌ای وایستاد. مونده بودم اونجا چی کار داره. بعد در گنجه رو باز کرد و به یه چیزی خیره شد. چند دقیقه‌ای همونطور گذشت. بعد دست کرد و یه جعبه که روش یه بند انگشت خاک نشسته بود در آورد. وقتی برگشت یه قطره اشک گوشه چشمش بود. با آستینش خاک روی جعبه رو پاک کرد و از توش یه ویولن قدیمی و رنگ رو رفته رو در آورد بیرون و گذاشت جلویش روی میز. بازم نشست و نگاهش کرد. بازم اشک از چشماش اومد. برام خیلی عجیب بود. یه فوت بهش کرد و دستی به کوکش زد و به ویولن گفت طلسم شکسته شد. خودم رو فراموش کردم. هر آرشه‌ای که روی سیم میکشید 100 ورق خاطره از کتاب تلخ زندگی رو برام میخوند. همین که گله های ساز شروع شد باد از زوزه افتاد. صدای قلقل سماور خاموش شد. چشمام رو بسته بودم و به این داستان گوش میکردم. از این دنیا جدا شدم و انگار روی ابرها راه میرفتم. حال خودم رو نمیفهمیدم. 1 ماه گذشت، 1 سال گذشت، 10 سال گذشت. نمیدونم. فقط یه وقت چشمام باز کردم که هدایت ویولن رو گذاشته بود رو زمین. نگاهی بهش کردم و گفتم دستتون درد نکنه پدر. خون گریه کرد این ساز. این پنجه ها رو باید طلا گرفت. یه نگاهی به ویولن کرد و یه نگاهی به من و گفت سالها بود که این ساز زندانی بود و قفل به لباش خورده بود. به حرمت تو آزادش کردم. حتما برات خیلی عجیبه هان. با خودت میگی این ثروت و خونه و زندگی چیه و این نون و پنیر چیه؟ این ساز زدن چیه و این حرفا چیه؟ شاید فکر میکنی که من از اون آدمای خسیسم که به خودشونم روا ندارن. من هیچ وقت همچین فکری نمی کنم. شما اگر خسیس بودین امکان نداشت که دلتون راضی بشه که من به کتاباتون نگاه کنم. چه برسه به این که بخواین یکی از اونا رو هم به من بدین. هدایت گفت بازم میگم هر کدوم رو که دلت میخواد وردار ببر بفروش.
این که میگم تعارف نیست، از ته دل میگم. خیلی ممنون، ولی من متوجه حالت روحی شما نمیشم. هدایت رفت یه گوشه نشست و تکیهش رو به یه مخدد داد و سیگاری روشن کرد و نگاهی به اتاق انداخت و گفت این اتاق تمامش آینه کاریه، اونم قدیمی. اتاق 50 متری هست. حالا حساب کن که در و دیوارش چقدر مساحت داره. استاد آینه کار این دیوارها رو با یه تیکه های چوب آینه درست کرده. قطعات آینه از بس ریز و کوچیک هستن نمیشه شمردشون. تیکه تیکه اینا رو کنار هم گذاشته و نقش زده تا این اتاق به این صورت در اومده. اگر هر کدوم از این آینه‌های کوچیک نباشن جاشون خالی میشه و نقش به هم میخوره. زندگی منم مثل این اتاقه. تک تک این قطعات ریز آینه اون رو درست کردن. برای همینم وقتی خودم رو توش نگاه میکنم چهرم 100 تیکه نشون داده میشه، مثل یه صورت زخمی. تو این دنیا هر کدوم از ما به چیزی محکوم هستیم. تو هم انگار محکومی که سرگذشت من رو بشنوی. نمیدونم برات از کجا شروع کنم. بهتر از جایی بگم که تقریبا همه چیز رو، البته در حد سن خودم میفهمیدم. 6 سالم کمی بیشتر بود. توی یتیمخونه زندگی میکردم. البته تا یادم میاد چشم باز کردم و اونجا بودم. پدر و مادرم که اصلا یادم نیست. یعنی ندیدمشون که یادم باشه. کسی هم نبوده که بهم بگه اونا کی بودن و چی شدن. یتیمخونه یه ساختمون کهنه و درب و داغون بود که هر لحظه منتظر بودیم سقف یا دیوار یه جاش بریزه روی سرمون. یه حیاط بزرگ داشت که دور تا دورش دیوارهای بلند بود. یه طرف این یتیمخونه باغ خیلی خیلی بزرگی بود که وقتی توش قایم می شدیم انگار 100 نفرم دنبال اون می گشتن نمیتونستن پیدامون کنن. من الان حدود 70 و خورده ای سالمه. حالا حساب کن این جریان مال چه وقتیه؟ جلوی ساختمون ما یه کوچه خاکی بود و طرف دیگه‌مون یه دیوونه خونه. تا روز بود و هوا روشن هیچ صدایی از این دیوونه ها در نمی آمد. اما چشمت روز بعد نبینه. تا هوا تاریک می شد صداهایی از اون طرف می آمد که مو به تن آدم راست می شد. صدای ناله، صدای گریه، صدای کتک زدن، صدای زنجیری که جیرینگ جیرینگ به هم می خورد، صدای جیغ زنها. خلاصه همه چیز. یتیم خونه ما یه رئیس مرد داشت که آدم بدی نبود، اما یه معاون زن داشت که از ترسش دیوونه‌های حیاط بغلی هم جرأت نفس کشیدن نداشتن. چه برسه به ما بچه‌های قد و نیم قد. بزرگترین ما بچه‌ها 11-12 سالش بود که به اصطلاح گنده یتیم خونه بود و بقیه تحت امر اون 7-8 تا نوچه داشت که دستوراتش رو اجرا می‌کردن. یعنی اون دستور میداد و ما باید اجرا می‌کردیم و این نوچه ها هم بالا سرمون بودن. اسم این پسر اکبر بود. قدیمی ترین یتیم خونه بود و کارکنان اونجا هم اون رو ارشد ما حساب می‌کردن. این یتیم خونه هم مدرسه‌مون بود، هم خونه‌مون بود، هم گردشگاهمون بود و هم شکنجهگاهمون. اون وقتا هم که مثل حالا نبود. نمیدونم شیرخوارگاه و فلان و بهمان و از این چیزا باشه و تلویزیون مرتب براشون جشن بگیره و مردم پول بدن و رسیدگی بهشون بشه. ما اصلا حق نداشتیم پا از اونجا بیرون بذاریم. هیچ کس هم اونجا نمی اومد. فقط سالی چند نفر که میگفتن مأمور دولت هستن نیم ساعت می اومدن تو دفتر مینشستن و یه چایی میخوردن و میرفتن. خلاصه فریادرس ما اونجا فقط خدا بود. کوچکترین بی‌انضباطی جواب شلاق بود و حبس. توی یه زیرزمین پر از موش و روتیل و عقرب که خودشون بهش میگفتن سیاه‌چاله. خلاصه جهنمی بود اونجا. لعنت به پدر و مادرم نمیفرستم، چون نمیدونم چی شد که سر از اونجا در آوردم. شاید مرده بودن، شاید هم خودشون من رو اونجا برده بودن. خدا میدونه. فقط اینطوری بگم که هر چند وقت به چند وقت 2-3 نفر از اونجا مرخص میشدن. حالا یا فرار میکردن یا مریض میشدن و از این دنیا مرخص میشدن و یا اینکه زیر شکنجه اون پدر سوخته ها یه بلایی سرشون میومد. غذای اونجا دیگه معرکه بود. نون خالی به عنوان صبحانه و اکثرا آبگوشت بدون گوشت برای ناهار و گاهی تخم مرغ و شامم نون و چایی. اونم کاش که اونقدر میدادن که سیر بشیم. از لباس هم که چی برات بگم. دیگه اسمش لباس نبود.
یه چیز پاره پوره به تنمون. فقط تا اونجا که یادمه یه بار قرار بود نمیدونم شاه بیاد اونجا ازش فیلم برداری کنن یا ملکه بیاد یا وزیر بیاد. نمیدونم کی قرار بود بیاد که همه به جنب و جوش افتادن و کمی اونجا رنگ و بوی نظافت به خودش دید. برای ما هم یکی دو دست لباس نو آوردن و تنمون کردن که البته کسی که قرار بود بیاد نیومد و لباسا رو ازمون گرفتن و دوباره همون گدا که بودیم شدیم. اینا رو که گفتم یه شرحال بود از اوضاع اون یتیم خونه. 100 رحمت به زندان باستیل. قرار اونجا بر این بود که هر چند روز چند تا از بچه‌ها مقداری از غذاشون رو نخورن و بدن به اکبر و نوچه‌هاش. این قانون بود. اگر کسی از ماها سرپیچی میکرد یه گوشه گیرش مینداختن و تا میخورد کتکش میزدن. اینا هم که تا حالا گفتم برای این بود که بدونی من کجا زندگی میکردم. سرگذشت اصلی از اینجا شروع میشه. پسرم همینطور که من حرف میزنم و تو گوش میدی نون و پنیرت رو هم بخور. انشالله دفعه دیگه که بیای ازت بهتر پذیرایی میکنم. نه که خودم تنها، اینه که همین نون و پنیرم از سرم زیاده. هر وقتم هوس کردی خودت برای خودت چای بریز. دیگه تعارف نکن. چشم، فقط خواهش میکنم به خاطر من تو زحمت نیافتید که منم معذب نشم. خب میفرمودید. آقای هدایت ادامه داد. آره چی میگفتم؟ حواس برام نمونده. گفتید سرگذشت اصلی از اینجا شروع میشه. خندید و گفت معلوم میشه حواست جمع حرفامه ها. آره پسرم که تو باشی داستان اصلی زندگی من یعنی چیزی که ارزش گفتن و شنیدن داشته باشه از اینجا شروع میشه. همونطور که گفتم هر کدوم از ما بچه‌ها نوبتی باید از غذای خودمون میزدیم و به اکبر و نوچه‌هاش میدادیم. یه شب که نوبت من بود یواشکی اندازه یک کف دست نون گذاشتم زیر پیرهنم که بیارم بیرون و بدم به اکبر. گویا همون موقع خانم اکرمی من رو دید. این خانم اکرمی در واقع اسمش اکرم بود که گفته بود بهش بگن خانم اکرمی. البته این زن معاون یتیمخونه نبود. کار و پست اصلیش سرپرست کارکنان اونجا بود که از جیک و پیک همه به خصوص مدیر خبر داشت. خود مدیرم ازش حساب می‌برد. زن بدتینتی بود، کینه‌ای، بیچاک و دهن و بیرحم. اون شب به من چیزی نگفت. یعنی چیزی هم نباید میگفت. سهم خودم بود. صبح که بلند شدیم همه رو توی حیاط جمع کردن. مونده بودیم معطل که چیکارمون دارن. یه نیم ساعتی که منتظرمون گذاشتن این زن سنگدل عقده‌ای با یه گونی که از توش یه طناب آویزون بود و یه چیزی توی گونی وول میزد اومد و همه کنجکاو شده بودیم که ببینیم توی گونی چیه. چشمای همه به گونی بود و صدا از کسی در نمیومد. خانم اکرمی تند به صورت همه نگاه کرد و بعد نگاهش روی من ثابت شد. داشت از ترس نفسم بند میومد. نزدیک بود که خودم رو خراب کنم. بعد از اینکه خوب من رو با نگاهش چزون گفت بعضی از شما بی پدر و مادرها برکت خدا رو که ما با بدبختی از دولت گدایی میکنیم حیف و میل میکنید. انگار شکمتون گوشت نو بالا آورده. این دفعه نخواستم اون طول سگ رو تنبیه کنم. فقط صداتون کردم که ببینید عاقبت گربه‌ای که بدون اجازه من نون یتیم خونه رو بخوره چیه. بعد اشاره کرد به یکی از کارگرها و اونم گونی رو برد طرف یه درخت و طناب رو انداخت بالای یه شاخه و خانم اکرمی سر طناب رو گرفت و کشید. تا حالا علت شوم این زن رو نفهمیده بودم. وقتی گربه زبان بسته رو دیدم که چطور از درخت با یه طناب دور گلو آویزون بود و خورخور میکرد و روی هوا پنجول میزد تازه جریان رو فهمیدم. گربه بیچاره قربونی کف دست نون خود شده بود و که من دیشب برای اکبر آورده بودم. حیوان رو بیگناه دار زدن. فکر کرده بودن نون رو برای اون آوردن. من گاهی با این گربه بازی میکردم. زبان بسته بیازار بود. اونجا کسی یه لقمه نونم بهش نمیداد. داشت حالم به هم میخورد. نفرت تو چشمام موج میزد. تا اون موقع دار زدن یه موجود رو با چشم ندیده بودم. با اینکه تمام بدنم از ترس و خشم میلرزید اما نمیتونستم چشم از گربه بیچاره بردارم. بالاخره نمیدونم چطور شد و چه حالی به من دست داد که به طرف خانم اکرمی دویدم و تا اومد به خودش بیاد طناب رو از دستش گرفتم و آزاد کردم. طناب از روی شاخه رد شد و گربه افتاد زمین و با سرعت فرار کرد و رفت. راست میگفتن که گربه 7 جون داره. برگشتم و به صورت خانم اکرمی نگاه میکردم. داشت میخندید. انگار از کار من عصبانی که نبود هیچی، خیلی هم خوشحال بود. آخه بچه‌ها با شناختی که از این زن داشتن کمتر بهانه دستش میدادن. این بود که هر وقت کسی جسارتی به خرج میداد و کاری میکرد خانم اکرمی خوشحال میشد چون کسی رو داشت که شکنجه بکنه و لذت ببره.
همونجا وایسادم و سرم رو انداختم پایین. تازه متوجه شده بودم که چه کاری کردم. صدا از بچه‌ها در نمی‌آمد. با اشاره خانم اکرمی چوب و فلک حاضر شد. 2 از کارگرها گاله شامو در آوردن و پاهامو بستن به فلک. ترکه رو خود خانم اکرمی دستش گرفته بود. اومد جلوی من و گفت حیوونا رو خیلی دوست داری آره؟ فقط با کینه نگاهش کردم که گفت بچه خوب نیست که اینطوری تو چشمای بزرگتر زل بزنه. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و گفتم اون نون مال خودم بود. به گربه هم ندادم بخوره. تا اینو گفتم در حالی که با ترکه به شدت به کف پاهام میزد داد زد مال تو توی تنبونته. اینجا شما فقط یه تیکه شلوار کفنی دارید. اونقدر با ترکه کف پاهام زد تا ترکه شکست. درد ضربه های آخر رو حس نمی کردم. گریه هم نمی کردم. به خاطر همینم بیشتر عصبانی شده بود. اگه التماس می کردم و گریه و زاری انگار ارضا می شد و کمتر منو می زد. اما نمیدونم چرا نه گریه کردم نه التماس. خون از کف پام را افتاده بود و چکیده بود تو پاچه شلوارم. حتما از خودت میپرسی که یه پسر بچه 6-7 ساله چرا این خلق و خو رو داشته؟ آخه میدونی بچه‌ای که تو یتیمخونه‌ها زندگی میکنن با بچه‌های نازپرورده توی خونه فرق دارن. اونا خیلی بیشتر از سنشون چیز میفهمن. بدبختی کشیدن و سختی. ترکه که شکست ولم کرد و پاهامو باز کردن و رفتن. قانون اونجا اینطوری بود که وقتی بچه‌ای تنبیه میشد اگر کسی سراغش میرفت و کمکش میکرد اونم تنبیه میشد. کشون خودم رو رسوندم تو خوابگاه و یه گوشه افتادم. درد پا از یه طرف، گرسنگی از یه طرف و بغضی که داشت خفم میکرد از یه طرف عذابم میداد. یه دربان پیر داشتیم به نام بابا سلیمون. مرد خوبی بود. یواشکی اومد سراغم و از یه قوطی مرهمی در آورد و مالید کف پای من و قوطی رو هم داد بهم و گفت هر روز روی زخما بمالم که پام قانقاریا نشه. یه تیکه نونم بهم داد و رفت. نمیدونم توی اون مرهم چیزی بود یا اینکه محبتی که اون موقع بابا سلیمون به من کرد باعث شد درد پام کمی آروم بشه. میدونی بچه‌هایی که توی این جوجه ها زندگی میکنن تشنه محبت و مهربانی هستن. اگه کسی براشون کاری بکنه ذره های محبتش رو هم حروم نمیکنن. وقتی تنها شدم بی اختیار اشک از چشمام سرازیر شد. بدون صدا گریه میکردم. در ذهنم مادرم رو زنی مهربون مجسم میکردم رو پدرم رو هم با محبت. توی عالم رویا میدیدم که مادرم گریه کنون با دستای ظریف خودش اشکامو پاک میکنه و پدرم رو میدیدم که عصبانی به سراغ خانم اکرمی میره و تا میخوره کتکش میزنه و بعد پیش من میاد و با لبخندی که خشم رو پشت خودش پنهون کرده به هم میگه باشه پسرم گریه نکن، گریه مال دختراست. مرد که به این زودی اشکش در نمیاد. آفرین به پسر شجاعم که نذاشت اون حیوان بیگناه رو دار بزنم. بعد در حالی که اشک توی چشمش حلقه زد و از ناراحتی لباشا گاز میگیره زخمای کف پام رو برام یه دستمال که از توی جیبش در آورده میبنده. نوازش دستای مادرم دلم رو پر از امید میکنه و حرفای پدر جون تازه‌ای توی تنم میاره. اما تا چشمامو باز میکنم فقط در و دیواره که میبینم. برای یتیم همین که پدر و مادرش توی رویا به سراغش بیان غنیمته. سرم رو به طرف آسمون کردم و نگاهی به خدا. وقتی دوباره چشمامو بستم که شاید روی پدر و مادرم رو ببینم احساس کردم که دستی روی شونم گذاشته شد. مخصوصا چشمامو باز نکردم که این حس تموم نشه که دستی دیگه شروع به پاک کردن اشکام کرد. این دیگه رویا نبود. برگشتم و کنارم رو نگاه کردم. به سری بود همسن و سال خودم. پیشم نشسته بود و گریه میکرد. بهش گفتم اگه بفهمن اومدی اینجا تنبیهت میکنن. به هم خندید و دلا شد و صورتمو بوسید و گفت اومدم ازت تشکر کنم. اسم من عباسه. خوب شد که نذاشتی اون گربه رو بکشن. اینو گفت و بلند شد و رفت. همین کافی بود که از کاری که کردم احساس غرور کنم. در خودم یه قدرت عجیبی حس می‌کردم. می‌دیدم که کاری که کردم ارزش فلک شدن و کتک خوردن رو داشته دیگه. زخم پام درد نمی‌کرد. لبخندی گوشه لب‌هام نشست. اون شب گذشت. فردا صبح دوباره توی حیاط جمعمون کردن. چون روی پاهام نمیتونستم بایستم 2 نفر زیر بغلم رو گرفته بودن. وقتی همه ساکت شدن خانم اکرمی صدام کرد. بچه‌ها همونطوری بردنم جلوی صف. ازم پرسید نونو برای کی آورده بودم بیرون. تو دلم گفتم اگه بگم همین بلا رو سر اکبر میاره. اگه هم نگم دوباره فلک میشه. داشتم به خودم کلنجار میرفتم که چیکار کنم. یکی وادارم کرد که بگم نون رو واسه گربه ها آورده بودم بیرون. خانم اکرمی نگاه تندی به من کرد.
چشماش میدیدم که از خدا میخواد تا یه بار دیگه کتکم بزنه. اما انگار خدا برام خواست و بابا سلیمون اومد جلو و یه چیزی در گوش خانم اکرمی گفت و اونم تند به طرف دفتر یتیمخونه رفت. یه نفسی کشیدم. پدر سگ صورتش رو انگار از سنگ تراشیده بودن. کوچیکترین مهربونی توش دیده نمیشد. بابا سلیمون مرخصمون کرد و بچه‌ها زیر بغلمو گرفتن و بردنم تو خوابگاه. نیم ساعتی که گذشت دیدم رفت و اومد و بدو تو ساختمون شروع شد. حدس زدم که حتما یه عده از طرف دولت اومدن اونجا. برام فرقی نداشت چون اومدن اونا نفعی به حال ما نداشت. برای خودم تکی رو به دیوار داده بودم و پاهام رو دراز کرده بودم و تو افکار خودم بودم که یه مرتبه مدیر و خانم اکرمی و چند تا از کارگرها همراه عده‌ای مرد با لباسهای اعیانی که یه زن و یه دختر باهاشون بود اومدن تو خوابگاه. خوابگاه یه سالن خیلی بزرگ بود با دیوارهای بلند. یه طرفش پر از تشک و پتو بود که روی هم چیده شده بود و شب‌ها این تشک‌ها رو پهن می‌کردیم و روش می‌خوابیدیم. البته اسمش تشک بود وگرنه به نازکی پتوهامون بود. وقتی من اونجا دیدن یکیشون ازم پرسید که بچه تو چرا نرفتی تو حیاط؟ یکی دیگه بهم گفت وقتی آقا باهات صحبت میکنن بلند شو وایستا. سلامو بلند کردم و گفتم کف پام زخمه نمیتونم وایستم. مردی که همه بهش احترام میذاشتن اومد جلو و نگاهی به کف پام کرد و پرسید پات چی شده؟ زیر چشمی به خانم اکرمی نگاه کردم که با رنگ پریده چپ چپ نگاهم میکرد. یه لحظه دلم خواست فریاد بزنم و بگم که این زن دیوانه به خاطر یک کف دست نون خالی این بلا رو سرم آورده. اما خودم رو نگه داشتم و گفتم تو خارها راه میرفتم پاهام اینطوری شده. مرد به مدیر دستور داد که زخممو پانسمان کنن. در همین موقع اون دختر کوچولو جلوم نشست و پرسید این جوجوها چی ان تو موهات راه میرن؟ دست کردم و چنگی به موهام زدم و یکی از شپش‌ها اومد تو دستم. نشونش دادم و بهش گفتم شیپیشه تا حالا ندیدی؟ گفت نه گاز میگیرن؟ گفتم نمیدونم و شیپیش رو با ناخونم له کردم. گفت چرا کشتیش؟ گناه داره. همه زدن زیر خنده. خودم هم خندم گرفت. دلم میخواست دیروز اینجا بود و میدید که داشتن یه گربه بدبخت رو دار میزدن. گفت یکیشو میدی من باش بازی کنم. در همین موقع اون خانومه که لباس قشنگی تنش بود و بوی خوبی هم ازش میومد دست بچهش رو کشید و بلندش کرد و گفت دخترم شیپیش خون میخوره مال بچهای کثیفه نباید بهش دست بزنی آدم مریض میشه اگه بچه‌ها مرتب حموم کنن سرشون شیپیش نمیذاره. دختر کوچولو گفت پس چرا اینا مریض نمیشن؟ خانم جوابی نداشت بهش بگی که من گفتم ما عادت کردیم اینجا هممون شیپیش داریم. اون خانومه نگاهی به من کرد و سرش رو انداخت پایین. دختر کوچولو دست مادرش رو ول کرد و اومد نزدیک منو پرسید تو چرا شیپیش داری و کثیفی؟ تو چشماش نگاه کردم. نمیدونستم چطوری باید به این بچه وضع خودمون رو بگم. اون معنی درد و غصه و بیکسی رو از کجا میفهمید؟ کمی مکث کردم. انگار همه منتظر جواب من بودن. این بود که گفتم من مثل تو مادر ندارم که تمیزم کنه. گفت خودت که دست داری برو همون با صابون خودتو بشور. بازم خندم گرفت. میخواستم بهش بگم اینجا ماهی یه بار هممون رو میبرن تو حیاط و با سطل آب میریزن رو کلمون. تازه وقتی تابستونه و هوا گرمه. زمستون که هیچی. اما ترسیدم بعدش فلک بشم. پس گفتم چشم میرم همومو خودم رو تمیز میکنم. برگشت به مادرش گفت مامان اینو ببریم خونمون با هم بازی میکنیم. یه لحظه نور و امیدی تو دلم روشن شد. اگه اینا منو با خودشون میبردن، اگه میشد که منم یه زندگی مثل این بچه داشته باشم، اگه منم میشد یه همچین لباسایی تنم کنم، اگه میتونستم یه همچین کفشی پام کنم، اصلا چه فرقی بین من و این بچه است؟ که خانم محکم دست دخترش رو کشید و با خودش از خوابگاه برد بیرون. نفهمیدم از من فرار کرد، از خوابگاه فرار کرد، از شپش‌ها فرار کرد، از بوی بدی که اونجا میومد فرار کرد یا از خودش و وجدانش. وقتی همه با سکوت از اونجا رفتن، خانم اکرمی نگاهی کرد و گفت شانس آوردی که جلوی زبونتو گرفتی وگرنه کاری میکردم که دیگه نتونی حرف بزنی. میخواستم وقتی اینا رفتن بندازم تو سیاه‌چال ولی این دفعه بخشیدمت. اینو گفت و رفت. وقتی تنها شدم دوباره توی موهام چنگ زدم. یکی دوتا دونه شیپیش اومد توی دستم. چندشم شد. آدم تا وقتی چیزی رو ندونه زجر نمیکشه. اما وقتی فهمید چرا دیگه خیلی چیزا ناراحتش میکنن. امان از هوشیاری. خلاصه در اثر حرفای اون دختر بچه از خودم خجالت کشیدم. تصمیم گرفتم که تمیز باشم. حتی با اون امکانات و وضع بدی که داشتم.
چند روزی گذشت و پاهام تقریبا خوب شدن. یه صبح که یه گوشه حیاط نشسته بودم و تو این فکر بودم که چطوری دور از چشم کارگرا و خانم اکرمی 2 سطل آب روی سرم بریزم و از دست این شپشو و کثیفی نجات پیدا کنم، اکبر سراغم اومد و کنارم نشست و دستی به پشتم زد و گفت خوشم اومد. معلوم شد دل شیر داری و اولفاز اگه اون روز نفست در میومد و جیک میزدی شیردینتو میکشیدم بیرون. حالا هم اگه دوست داری عشقه، بیا تو دار و دسته خودمون. ازش تشکر کردم. خوشم نمیومد که با اکبر اونو چاش بگردم. از زورگویی بدم میومد. وقتی بهش گفتم خندید و گفت خود دانی، اما هر وقت گیر داشتی حاجیت رو خبر کن. بهش گفتم اگه طوری بشه که بتونم 2 سطل آبگیر بیارم و خودم رو بشورم خوب میشه. از خنده نزدیک بود قش کنه. وقتی خوب خنده هاشو کرد گفت مگه کثافت چه بشه که میخوای بری سراغ نظافت؟ جوجه، ما هر چی تنمون رو کیسه بکشیم و چک بکنیم بازم پرورشگاهیم و یتیم. نون نداریم بخوریم، تو دنبال قرروفری؟ گفتم پس هیچی. بلند شدم که برم. کمی اینور و اونور رو نگاه کرد و گفت اگه بازم دهنت قرص باشه یه جایی میبرمت که عقل جنم بهت نمیرسه. بعد دست خودش رو چند بار گاز گرفت و دوباره گفت بپر دنبالم بیا. چند تا از نوچه‌هاش رو صدا کرد و همه راه افتادیم. ته حیاط جایی که یه کوه تیر و تخته رو هم چیده شده بود ایستادیم و یکی از بچه‌ها بشکه‌ای رو کنار زد و پشتش یه سوراخ نسبتاً بزرگ توی دیوار پیدا شد. اکبر تند من رو به طرف سوراخ هل داد و گفت برو ته باغ، همین جوری راست شکمتو بگیر و برو. صدای آب رو میشنفی، اما حواست رو موقع رفت و اومد جمع کن گند کار در نیاد و سوراخ لو نره ها. بعد پشت سر من یه بشکه رو دوباره سر جاش گذاشت. یه لحظه ترس برم داشت. تا اون موقع یادم نمیومد که این طرف دیوارهای یتیم خونه رو دیده باشم. برگشتم و به باغ نگاه کردم. تا چشم کار میکرد درخت بود و همه سبز. احساس پرنده‌ای رو داشتم که بعد از سالها اسارت حالا آزاد شده بود. هم میخواستم پرواز کنم، هم از پرواز وحشت داشتم. از این حس سرم گیج رفت. نشستم و چشمامو بستم. مدتی به صدای باد که از بین برگ‌ها می‌وزید گوش دادم. صدای پرنده‌ها که همیشه از اون طرف دیوار به گوشم می‌رسید، حالا برام تازگی داشت. همونطور که چشمام بسته بود، گوش می‌کردم و آزادی رو زمزمه می‌کردم. داستان یاسمین تازه از اینجا داره شروع میشه. تو ادامه پارت ها بقیه داستان رو براتون تعریف میکنم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا از ادامه داستان جا نمونید.